همین برای استودنت‌ها یکم ترینینگ شده توزیع استودنت‌ها همین میدیو درس میشنم میخیزم میبرم درس یکم با خودشون یک معرفت میکنم بیزنس برای استودنت البته تشکیل میکنم بچه البته سال 2009 من تمام وسای تاجیکستان گشتم بچم 2009 همه وسا با همینجا خیلی و تیگو بونی و چیکالسکا گیولوژی چی همش بگشتم من اینجا پلیتکنیک چی من این با پیشوی با گوربالیسا با اینجا همه جا گشتم بچم سال 2009 همونجا استودنتا خیلی گپ زده فهمونده دوشنبه همه وسا بگشتم من 2009 سال برای حوزه هاش اکنون نه که مردم میفهمن خواهد بیشتر میفهمن که نسبت 10 سال پیش گیم چی میتوف نظر بابا گپای من فعلی برای قندت زاهر تشکیل ما میبینیم مایلش بچم البته من تشکیل میکنم من خاطرم نمیبرم من این کارو میکنم مایلش مرحبا استودنت چی کرده این چی گفته گپ استودنت چی همون کتاب بخونم نمیشه استودنت مایلش بچم مایلش من خاطر میکنم انده که شما پرستار میکنید یکون پول دنیا تقدیر یک انسان با برابر شدن نمیداد نه میلیارد این دنیا نه یکون چیز این دنیا حیات یک صفت حیات یک انسان با برابر شدن نمیداد اگر که این درسو یک کس عمرش دیگه کند یک کس ما уже میگم که уже все я выполнил свою миссию چون که یک کس هزارها جای کار میسازد همه قد نیکی ها میبرد دنیا با بعد وقتی که من مرده میبرم وای نیکی کردن میگیرد همون ثوابش وای با من با مردن میگیرد تا روز قیامت من ایستگی هستم که یک انسان شش سال خدا با ناله کرده از پروردگار عمر من دراز کن عمرم اصلا کوتاه نه عقلم پره شد که تو میگی که کن عمرت میگیرم نه فهمشم پیدا شد لذت عمر فهمیدنم من عمرم نگی ممکن من کمتر زندگی کنم با پروردگار گفت چند سال میخوای با بنده گفت که همین چقدر که مو هست بدنم با همه قدر سال عمرم تی خداوند گفت نه بنده گفت که همین چقدر که خاک با زمین با تو همین وایس کو پورا پیسچینگا پیسок همه قدر سال من با عمرته خداوند گفت است نه با گفت است که خاک چقدر که همین ستاره در آسمان آفریدی من با همین آفریدی من با همه سال عمرته من زندگی کنم ستاره ها زندگی کردن ایکو خداوند گفت است نه با گفت است که یا پروردگار من چیکار کنم که عمر من تو دراز کنی با خداوند گفت که من توی عمرت همه قدر راز میکنم چند سال شماره من عمر توی همه قدر دراز کردن میتونم همون شماره بکی چقدر تو شاگرد تیار کردگی باشی بودکی نمیمورد حاضرم چبا ابوال بسنا نمیمورد 1000 سال گذشت چبا مهنتای کردگی و یا نمیمورد آدم میمورد نگاه کنید بچه من یکیش میفهمم شما با از تولد شدن полуживотним ми полуживотним інстинкт داریم قهر داریم غضب داریم یکدیگر رو میکشیم میزنیم это полуживотним همین آدم شدن یاد گرفتن در کار آدم که شدید شما نمیمورید بدنتون میمورد تکرار میکنم بدنتون میمورد من این بدن میمورد نه که لباستون کو نمیشه نه که انمون آدم کشید که هوای نمیمورد چون که شما انسان شدید شخص شدید و تاریخ ها میموند اجل آدم کشتن نمیداد اجل بدن آدم کشتن میداد رنگ همین رنگی که حیوان که это животное начало вот его забирает смерть но вас убить смерть не может آدمی که توانا شود و انسانی بکوشه و یا اجل کشتن نمیداد بچه من پامین تو بسیار دست برداشتید پس سوالی تو последний میبرم بچه سلام علیکم استاد من دانشجو هستم و میخواستم یک سوال خود را پیشنهاد کنم به شما ما طولی 7 سال است که با پدر به دهخانه مشغول هستیم پمیدار رو بادرنگ پرورش میکنیم در حدودی از 1 هکتار تا 2 هکتار پرورش میکنیم و من میخواستم همین و یک
کلان کنم همین بیزنس رو کلان کنم و سطح جهانی برآورده توانم همین آیندهش هست می یا اینکه پدر میگویند که تو بگذار دیگر صاحب رو من خودم تکنولوژی شیوایی میخونم کی میگه پدر ها مایلش بچه‌مو همین یک مهنتش سخته نه کما مشکل است تو یک بیزنس قپیده هوای با وقت تا 22 تا صرف کن هوای با پروفسیونال شو میدونی مردم ما چی به پیش نمیره مردم ما زیرک یک سال این کارو میکنند یک سال وای کارو میکنند 2 سال این کارو میکنند یگان صاحب پروفسیونال شدن نمیتونه حاضر همون پدراتم میشلینشون میگه میشلین خلقیاتی اما من اینجا کردم 2 سال کردم بس کن با تو یک کار دیگه کن نه همون کاری که کرده استودیت کو هوا زیادتر کنم چرا که تو همون کارا уже میفهمی همون کارا уже فهمیش تا уже کمتر نو خوردی اول هوا اون کاری کن که اگر که یک سال با هوا $1000 میآورد هوا $10,000 بیاره همین فکرش کن просто هوا اگر که دادو کن که اون کار دیگه کن که خدا جدا شد 10 هکتار گرو کن فهمیدی که سطح جهانی برآورده میتونیم اما конечно باید چقدر بسیارتر شود خود بازار پیدا شدن میگیره من این سوالم جواب میگم میخواستم با شما شناس شوم و با شاگرد شما شوم آها хорошо مرحمت میخواستم کتابی را خواهی سرانمند توفا نمیکنم خفه نشم چی با که علم با پول دادن یاد گرفتن دنبال بچه‌ها یگان وقت نپرسید یگان کس پاپراشایی که уважать نمیکند شما کوچه با دیدید هستید که یگان کس پاپراشایت کرده است شما از خورسندی وای به یگان چی نمیتید کو شما از чувство сочувствия میتید или вы от уважения даете да супер навык приобрел попрощать خیر و صدقه دیگه آدم اینوالید باشی مایلش آدم صغیره باشی مایلش پیرمرد برجامانده باشی مایلش یکی وقتی که تو بچه مرد چالش کردی بتون خدا صدقه خور میگیری یک روز نه روز خدا کسلت میکنه صدقه خور میشی آدمی که تمام چالش کردی بتون بچه مرد مهنت کنیتون از دنیا یکون چیز پروستو تک نگیریتون بعد فکرانتون فکران بایگری پیدا میشه آدمی مسئله باشد وای صدقه خور یگون وقت چی بدن صحت قطعی چی صحت قطعی صدقه خور طلب نکنید که یک روز نم صدقه خور میشید بعد خدا نکنند خوب ترینینگ با میخونیم بچه ها برای کار